به نام خدا. سلام خدمت شما عزیزان. امروز قراره از منظر تفکر نقادانه ضرب المثل معروف هر چیزی طبیعی باشه خوبه رو بررسی کنیم. اگه به شما بگن این ماده طبیعیه پس حتما خوبه، چه حسی پیدا میکنی؟ احتمالاً حتی یک لحظه هم مکث نمی‌کنی، چون طبیعی برای خیلی از ما یک کلمه مثبته. طبیعی رو سالمتر، پاکتر، اصیلتر و شاید حتی بی خطرتر تعبیر می‌کنیم. اما حالا یک سوال، اگر چیزی طبیعی باشه آیا واقعاً به این معناست که حتما خوبه؟ مثلا سم مار طبیعیه، آرسنیک، بسیاری از میکروب ها کاملا طبیعی هستند. پس ظاهرا یک جای این استدلال میلنگه. امروز میخوایم با این جمله کوتاه چیزی طبیعی باشه خوبه یک سفر کوتاه به دنیای تفکر نقادانه داشته باشیم. مسئله اینجاست، آیا طبیعی بودن به تنهایی دلیل کافی برای خوب بودن هست یا خیر؟ این دو موضوع با هم فرق میکنه. این که چیزی طبیعی باشه یک ادعا درباره منشأ اون چیزه، اما خوب بودن یک ادعا درباره ارزش اون چیزه، درباره فایده یا پیامد اونه. پس باید رابطه بین این دوتا چیز رو، یعنی طبیعی بودن و خوب بودن رو اثبات کنیم. ما اینجا میاییم از سنجه های فکری ریچارد پول و لیندا ایلدر برای ارزیابی این ضرب المثل استفاده میکنیم. سنجه اول وضوح یعنی که مطلب رو شفاف کنیم، ابهام توی کلماتش یا عبارات نداشته باشه. دقیقاً منظور چیه؟ بیایید همین سوال رو از جمله خودمون بپرس. چیزی طبیعی باشه خوبه؟ خوب یعنی چی؟ خوب بودن برای سلامتی مد نظر ماست، یا خوب بودن برای محیط زیست، یا خوب بودن از نظر اقتصادی، یا از نظر اخلاقی، یا اینکه منظور بی خطره، منظور مؤثره، منظور ارزانه. ما هنوز نمیدونیم منظور از خوب بودن چیه. پس اولین مشکل جمله اینه که کلمه خوب مبهمه. وقتی یک جمله یا یک عبارت مبهم باشه نمیتونیم به درستی درباره درست یا غلط بودن اون عبارت قضاوت کنیم. سنجه دوم دقت. فرض کنیم منظورمون از خوب اینه که برای سلامت انسان مفید باشه. خب سوال بعدی اینه، آیا واقعاً این موضوع درسته؟ دقیق این موضوع از کجا میدونیم که این درسته؟ اگر کسی بگه این دارو گیاهیه پس برای بدن بی ضرره، آیا همین یک جمله برای ما کافیه؟ خیر، باید شواهد رو در این رابطه بررسی کنیم. میزان مصرف باید در نظر بگیریم، چه اثری داشته، چه عوارضی داشته، مطالعات معتبر در این رابطه چی میگن. اینها رو که بررسی کنیم ما میگیم دقت رو به کار برد. سنجه سوم صحت یا درستی. در رابطه با عبارت مورد نظر ما هر چیزی که طبیعی باشه پس خوبه، ما میتونیم بر این جمله اشکال وارد کنیم. مثلا بگیم سم مار طبیعیه، برای بدن ما مضر، پس درستی این مطلب از بین رفت. سنجه چهارم ارتباط. فرض کنید کسی میگه این ماده از یک گیاه گرفته شده. ممکنه این حرف کاملا درست باشه، اما خب چه ربطی به موضوع داره؟ چه ربطی به مطلب ما داره؟ چه ربطی به عبارت داره؟ آیا منشأ گیاهی به خودی خود ثابت میکنه که ماده بی خطره؟ ممکنه یک ویژگی واقعی باشه اما برای نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم مرتبط نباشه. سنجه پنجم عمق هست. بعضی از مسائل ساده هستند اما بعضی مسائل فقط در ظاهر ساده هستند، مثل همین طبیعی یا مصنوعی بودن. ممکنه یک سوال ساده به نظر برسه، ولی اگه درباره سلامت، غذا، دارو یا محیط زیست صحبت کنیم مسئله خیلی پیچیده تر میشه. مثلا باید بپرسیم دوز دارو، مقدار مصرف دارو چقدره؟ مدت مصرف چقدر باید باشه؟ چه شخصی این رو باید مصرف کنه؟ شرایط فرد چیه؟ خطر این دارو چقدر؟ شواهد چقدر قوی هستند؟ اینجا سنجه عمق
وارد میشه. یعنی آیا پاسخ ما پیچیدگی واقعی مسئله رو دیده یا فقط یک جواب ساده به یک مسئله پیچیده داده؟ سنجه ششم گستره یا وسعت. فرض کنید من طرفدار طبیعی بودن هستم. ممکنه فقط شواهدی رو ببینم که باور خودم رو تایید کنه. اما تفکر نقادانه میپرسه آیا از زاویه دیگه هم میشه به مسئله نگاه کرد؟ شاید سوال بهتر این نباشه که طبیعیه یا مصنوعی، بلکه این باشه که برای این هدف مشخص کدام گزینه بر اساس شواهد بهتر میتونه باشه. این تغییر کوچیک در سوال دامنه فکر ما رو بزرگتر میکنه. سنجه پنجم منطق. استدلال رو خیلی ساده کنیم. مقدمه ما این باشه این چیز طبیعیه، نتیجه میگیریم که پس خوبه. اما یک سوال، اگه مقدمه این باشه این چیز طبیعیه و نتیجه این باشه پس خوب است، یک سوال اینجا مطرح میشه: چطور از اولی از مقدمه ما به دومی رسیدیم؟ چه چیزی بین این دو وجود داره؟ اگه بگیم هر چیزی که طبیعی است پس خوبه، در واقع همون چیزی رو که میخوایم ثابت کنیم در مقدمه گذاشتیم. و اگه بگیم طبیعت معمولا چیزهای خوب رو تولید میکنه، باز هم باید بپرسیم چطور میشه این رو ثابت کرد؟ تفکر نقادانه از ما میخواد فقط به نتیجه نگاه نکنیم، بلکه مسیر رسیدن به نتیجه رو هم بررسی کنیم. مورد هشتم اهمیت. باید ببینیم مهمترین سوال چیه. گاهی اونقدر درگیر یک ویژگی میشیم که مسئله اصلی رو فراموش میکنیم. مثلا ممکنه ساعتها درباره این که یک محصول طبیعی هست یا نه بحث کنیم، اما سوال مهمتر شاید این باشه: آیا مؤثره؟ آیا ایمن هست؟ شواهد این موضوع چقدر معتبره؟ هزینه و فایدهش چیه؟ پس تفکر نقادانه فقط نمیپرسه آیا این حرف درسته یا نه، بلکه این رو هم میپرسه اصلاً مهمترین چیزی که باید درباره این موضوع بدونیم چیه. سنجه نهم انصاف. ما انسان‌ها معمولاً دوست داریم باورهای خودمون درست از آب در بیان. اگه عاشق محصولات طبیعی باشیم ممکنه مزایای اونها رو بیشتر ببینیم. اگه به محصولات صنعتی بدبین باشیم ممکنه فقط معایب اونها رو ببینیم. اما تفکر نقادانه از ما میخواد اگر شواهدی برخلاف باور من وجود داشت، آیا حاضرم اون رو هم جدی بگیرم؟ این سوال سختیه، چون تفکر نقادانه فقط درباره باهوش بودن نیست، بلکه درباره صداقت با خودمون هم هست. حالا برگردیم به جمله اول: چیزی طبیعی باشد خوب است. بعد از اینکه اینو بررسی کردیم، حالا آیا باید بگیم این جمله همیشه درسته؟ خیر. ممکنه در یک موقعیت خاص چیزی طبیعی باشه و واقعا هم خوب باشه، اما مشکل زمانی شروع میشه که طبیعی بودن رو به عنوان دلیل کافی برای خوب بودن استفاده کنیم. نسخه دقیق‌تر از این عبارت شاید این باشه: طبیعی بودن میتونه یک ویژگی باشه، اما به تنهایی ثابت نمیکنه که چیزی خوب، سالم یا بی خطره. از امروز هر وقت جمله یا عبارتی مثل این رو شنیدید، طبیعی پس خوبه، لازم نیست فوراً قبولش کنید یا حتی فوراً ردش کنید، بلکه بیاین با این 9 سوالی که مربوط به سنجه های فکری هست اونها رو چیکار کنیم؟ ارزیابی کنیم. این نوع ارزیابی برای هر عبارتی میتونه راهگشا باشه. دفعه بعد که شخصی گفت طبیعی پس خوبه، فقط یک سوال از او بپرسید: طبیعی بودن دقیقاً چه دلیلی برای خوب بودنشه؟ اگه این ویدیو باعث شد حتی یک بار قبل از پذیرفتن یک ادعا مکث کنید و سوال بپرسید، ما به هدف خودمون رسیدیم. تا ویدیوی بعدی در پناه حق باشید. خدا یار و نگهدارتون.